تقدیم می‌کند. الله اکبر، الله اکبر. عید رمضان امروز بر ما و شما تبریک. این صبر و شکیبایی وین عهد و وفا تبریک. زالله مدد جوییم در راه مراد خیش. بوی به مشام آمد از باد صبا تبریک. ماه رمضان هم در کلام ربانی و هم در حدیث های پیامبر خدا درود بر او بارا همچون ماه فیض و برکت، خیر و سخاوت، رحمت و مغفرت، آمرزش گناه ها و اجابت دعاها تاکید شده است. حیات رضایف، سراینده خوش صدا و جوان، ترانه تازه ایجاد و جدیدش را با نام رمضانی پیشکش مخلصان و هوادارانش میکند که یک جا میشنویم. ماه شریف رمضان مبارک. وفاداران ماهی رمضان آمد، بر ملک خدایاران ماهی رمضان آمد. الله مددگار است، در هر قدم یار است، لطفش به نکوکار است. ماهی رمضان آمد، در هر قدم یار است، لطفش به نکوکار است. ماهی رمضان آمد، ماهی رمضان آمد. وفاداران ماهی رمضان آمد، بر ملک خدایاران ماهی رمضان آمد. الله مددگار است، در هر قدم یار است، لطفش به نکوکار است. ماهی رمضان آمد، در هر قدم یار است، لطفش به نکوکار است. ماهی رمضان آمد، ماهی رمضان آمد. آوازی از
سرمایه ایمان است، راحت به دل و جان است. ماهی رمضان آمد، ماهی رمضان آمد. از بحر وفاداران ماهی رمضان آمد، ماهی رمضان